السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا امروز درسی لغت عربی هست. ما چند قدر مبین دم گرفتیم، انشاءالله الان شروع میکنیم. اول کلمه ها را میگیم انشاءالله، بعدا همه کلمه ها را در جمله میاندازیم. و در این درس ما بسیار فعل ماضی استفاده میخورد و فعل امر هم هست، اما فعل ماضی بسیار استفاده میخورد. بسیار متوجه باشید در این درس. در شما چقدر دیدستین در روی اکران دوبون گفته خیرسه میگن، ذئبون گرگ، غابون جنگل، جنینتون باغچه را میگوین. مکتوبون نوشته شده. خمان مکتوب میگیم، مکتوب فرستاندن به نمکی جا، مکتوب فرستاندن نمکی جا خطا میگن. حصانون اسب. این کلمه دیگری که در دیوم اکران میبینید شما، ایلا بسوی، الى مسجد اقصا، چقدر آیت قرآن است که بسوی مسجد اقصا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برده شد. فأرون موش، هرون گربه، یوجد یافته می شود، یکی پیدا کرده می شود. رکبتو سوار شدم، ذهبت رفتی. اینها فعل ماضی هستند. رکبتو متکلم انسان سخن کننده را میگویند، ذهبت رفتی تو گفته خطاب کردی به سوی یک کس. اکنون اینها رو در جمله بندی میکنیم انشاءالله. میفرماید که هذا فأر، این موش هست. رکب ابی حصانه، سوار شد پدرم اسبش را. حصانه، حصان اسب میشه، هو گفته همون، یعنی که اسبش را، همون پدرم. رکب فعل ماضی است، ما خیلی که صرف گذاشتیم کمی هم باشه. فتح سلیم الشباک، کشاد سلیم شباک گفته تریزه را. فتح اخی الباب، کشاد برادرم در را. دیگر صحیفه ده، هذا حماری و هذا مهر اخی. هذا حماری، این خری من است، و هذا مهر اخی، این تای برادرم هست. مهر تای چه میشه؟ تای، این تای برادری من است، اخی برادرم میشه. رکب ابی الفرسه، حصان هم میگوین، فرس هم میگوین. در لغت عربی یگانه لغتی که بسیار کلماش زیاد از حد اندازه ندارد این لغت عربی است. یکی حصان میگن، یکی فرس میگن. رکب ابی الفرسه، سوار شد پدرم فرس را. التلمیذ ذهب الى المدرسه، شاگرد ذهب گفته رفت، الى المدرسه بس این مدرسه. انا فتحت الشباک، من کشادم تریزه را. فتحت گفتی خود از نوم خود گفتی، متکلم هستی. افتح الشباک، همین فتح را امرش چی میشید؟ افتح. ما اینو گذاشته بودیم. افتح الشباک یا کریم، بکشاد تریزه را ای کریم. الحمار فی الدار، خر در حولی هست. بیت خانه را میگن، دار حولی را میگن. یوجد الذئب فی الغابه، یافته می شود، یک پیدا کرده می شود. ذئب گفته گرگ، فی الغابه در جنگل. انا که در صحیفه دیگری که میگوید این تذهبو، سوال کرده است. این تذهبو، به کجا می روی؟ یکی میشه که این تسافرو، به کجا سفر میکنی؟ اذهب الى المدرسه، می روم به سوی مدرسه. الی به معنی به سوی بود. این سعیدو، در کجا سعید؟ فی الجنین یلعبو، فی الجنین در باغچه. یلعبو بازی میکند. یلعبو چی است؟ یک مردی کننده یا که یک مرد است در زمان آینده بازی میکند. انا قرأت الدرس، من خواندم درس را. انا من میشه، قرأت خواندم درس را. عربا انا را استفاده نمیکنن بسیار. قرأت درس میگه، خواندم درس را. انا را نمیدونن، به خاطر که از لغت عربی بسیار آسانی طلب میکنه، بسیار به خاطر که از لغت قین هست، هم کلماش میخواد کوتاه باشد و آسان تر باشد. قرأ را در آخرش ت را بچسبونیم، یکی ت هست، یکی تو هست، یکی تی هست. اگر که همین را آوردیم، تا گفتی قرأت درس، خواندم من درس را. قرأت گفتی تو خواندی، قرأت گفتی تو خواندی زن میشود. این را گذاشته بودیم. انت کتبت المکتوبه، تو نویستی خط را، یا که مکتوب نوشته شده. اسم مفعول هست. کدومی که بخواد در سوی گذشته نظر کنند انشاءالله استفاده میکند. اکتب المکتوبه،
بنویس مکتوب را، یعنی که خط رو یا که نامه رو. انا شربت الشای، من نوشیدم چای را. انا شربت الشای، نوشیدم چای را. شای با عربی چای خمون شایش میگن عربو. سلیم فهم درسه، سلیم فهم گفته فهمید درسش رو. فهمه یک مردی در زمانی گذشته هست. صیغه واحدی مذکرش میگن. ارکب الحصانه، در صحیفه دیگرش میگه که ارکب الحصانه، سوار شو اسب را. محمود حفظ درسه، محمود حفظ کرد یعنی که از یاد کرد درسش رو. المعلم دخل الفصل، معلم یکی استاد، دخل الفصل در آمد چی رو؟ صنف را. فصل صنف میشود. انت اخذت قلم یا عبدالله، تو گرفتی قلم را عبدالله. یک میشه که بپرسی همورا هل انت اخذت قلم یا عبدالله، بگوی آیا تو گرفتی قلم را یا عبدالله. قعد المعلم، قعد جلس به یک معنی هست. قعد به معنی که نشست معلم، یکی جلس المعلم و نشست معلم، بر دو کلمه به یک معنی میاد، مرادف هستند. نظر التلمیذ من الشباک، نظر کد شاگرد از تریزه. من فتح الباب، کی کشاد در رو؟ انا فتحت، من کشادم در رو. الهر یأکل الفأر، گربه یأکل گفته میخورد، فأر گفته موش رو. الهر یشرب اللبن، و موش می نوشد چی رو؟ شیر رو. درباره این کلمه‌ای که ما گذاشتیم به ترتیب درسی ما همجه درستگی هستیم. انشاءالله ما کوشش میکنیم که کم کمی هم باشد درس ها بردوام باشد. به سبب بعضی مشغولیت ها و به سبب متابعتی درس ها کمی بعد بدن و هم خاطر ما دیرتر دماندیم تا اینکه اون درس های گذشته اگر حفظ شوند این درس ها آسان میشن. و در درس های ما که درس های حدیث هست در اینجا، اون حدیث ها بسیار برای تعلیم لغت عربی استفاده میکنن، فایده دارن. و خاطر از ما درس های حدیثی ما هم کلمه به کلمه ترجمه میشود تا اینکه همین ما از لغت عربی معلومات بگیریم و از لغت عربی چیم باشیم. و لغت عربی که ما میگذاریم از غیر درس های حدیث، اینها برای سخن کردن و گپ زدن و اینها در تفسیر قرآن و در حدیث ها استفاده میکنن بسیار. برادر اینها رو وقتی گوش کردیم و به دیگر رساندن رو فراموش نکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام.